مدنی اکنون همه پادریت کافر میبره. این دگوار کرده که رحمانوف کتی رحمانوف خدا اجازه داده که کافر اعلام کنه. نه در پشت یگان دولت بقوت ایستادگی اگر نه امروز من خطر از میری پاتینکوم نه رحمانوف میدونه حکمت رحمانوف میدونه برای چی بگیم که همین یک ابو محمد مدنی را اینو نمیتونستن یافته. کی نمیتونست یافته؟ کی نمیتونست یافته؟ رحمانوف اولو کتی و اکوی دودار چه یافته نمیتونست؟ دریای لای کنو موهی گیر میگن کو انا همین بچه آدمی که گوش کنه آدمی که خدای رسول گوش کنه آدمی که خدای رسول و میترسد از الله میترسد هیچ گاه پسی پرده دعوت نمیکنه. فهمیدید؟ آشکار میبروید مردم دعوت میکنه برای اینکه ما باور نمیکنیم و 100% آدم حکومت است. رحمانوف چیزی گویی که بر ضدش و قبول میکند برای اینکه دریای لای کن موهی قاب. فهمیده؟ آنها به اهمیت بودن کنه آنها اهمیت تید کو همه بودگی موی سرت هم میریزن. فهمیده؟ پیشی سر ریخته که پیشی سرم کال بشه. ما بر ضد رحمانوف باید ما بر ضد رحمانوف مبارزه بریم. میگم که پگه صورت من قای صورت خودت موندگی مدنی میگه که این دتا اولی نمیدونم با پچت شده دستش اگون مهرمون میزنه توبه کردم خدا میگوی که همه دیشت دوزخت همه مدنی افریدیلیت میکنه. تا اگه میدونی که من چی کارم تا اگه میدونی که مثال من یک آدمی نمازخونم یا که نمیدونم خیر سخاوت کنم که آدمی عراقرم زیناکارم دزدم تو اگه میدونی مثال یگان آدم اگر تو آدم ای پیش نبینی تو نمیتونی او آدم ای دوری بها بتی. نکی باید سنه فهم که همین برای چی همی خیلی گفا را میگفته باشه. نه انشاءالله رحمان این دنیا وقت اینچه هست برادر عزیز. روز ساعتش بیان مدنی هم این دنیا را پدرود میگوید ما و شما هم اینا با اهمیت دادن کار نیست. آن دنیا اونجا بعد حساب و کتاب میشود اونجا با همش درست میشه. مدنی با پسی پرده اونجا قبض نمیتونه آشکار در نزد الله و جواب میده. فهمیدید؟ ما و شما هم گناهگار باشیم ما و شما هم اگر همه رحمانوف حق باشد ما جوابگر هستیم. برای اینکه رحمانوف حق نیست. رحمانوف ملت خار و ذلیل در بدر خاک بسر 4 میلیون تاجیک در بدر کرده است. مادر و خواهر تاجیک جمع کرده است در گردش کنجنبانی و رقص بازی. همین آدمی که از الله میترسد و آدمی که خودش را مسلمان میشمارد باید اون آدم هر روز 3 بار 3 مرتبه فکر مردنش را کنه. آقای امام علی رحمانوف پاشون بالا به گور رسیده است. سبحان الله یک بار نمیگن فردا من چه میمرده باشم. اینا نمیگن. اون کس اشتباهی کلام کردن امام علی رحمانوف. باور کنید اون میلیاردوی والله قسم بردن نمیتوانید. شما همین پیش از این عالم رو پدرود گفتنتان نصیحت من همین که محمد تقایف مردمتان رو سرجم کنید. همون 20 میلیارد دلاری که 2013 بود حاضر نمیدونم و اتگی 100 میلیون دلار زیاد شد. هوای نیمشه برای مردمتان زواد فابریکه سازید. پیش از این عالم را پدرود گفتن توبه کنید. از سر این ایمان بیارید. این مردم سرش کنید. فردا بعد سر شما یک کس بیاد که در حقیقت خیلی احمقی کرد ظلم کرد و باز آخران فهمید که آدم با دست خالی این دنیا رو پدرود میگوید است. مردمش رو دستگیری کرد و یعنی با جای کار تامین کرد و زندگی خوش رو برای مردمش بنیاد کرد و این عالم رو پدرود گفت. سبحان الله. و پول و مال شما کجا میبرید امام علی رحمانوف؟ من حیران میشم به نام الله قسم. و کات و کوت که شما کرده این برای شما زیب ندارد. این کات و کوت آدمی که میکند باید مردمش سرش بلند باشد. نه اینکه امروز دیدید نواره نش کردم تمام تاجیکا رنگی سگ در زمین خوابند. زناشون چی رو پیر دارن کودکاشون چی رو پیر دارن. 22
ثانیه نوار من نشر کردم که فور امام رحمان درگذشت نیکی زنده از مرده بدتر. سبحان الله. ما گفتن نه ریشمون سبحان الله نه موی سر محمد سفید شد. امام رحمان کی آدم میشوند کی عالم میشوند من نمیدونم. تمام گپا گفتیم بعضی این مردک. سبحان الله کجا میبرید اون پلو؟ من حیران میشم. مردم با زواد و فابریکه کشید، مردم جیغ زنید برید. یک آدم برات کنی بازی شما گپ زند کنی محمد تقوی دگه دوباره برات رحمانوف گوید، الماس کنی برات رحمانوف گوید، برادر محمد اقبال برات کنی رحمانوف گوید، هم قطع میکنه در پس زندگیش میشود همین گپ و چپا. ولی شما نکردید. ولی شما 7 دخترتان انتخاب کردید، 400 منغیت تروریست تاجیک کشی اطرافتان انتخاب کردید و اولاد گدازادی نادیده ناخورده ناسرمتان شما انتخاب کردید. آقای امام رحمانوف باور کنید والله پشیمان شدگی هستید، بیشتر پشیمان میشوید. فرصت دارید این عالم را پدرود که گفتید بعد اینقدر ظلم و بعدی توبه نکردن فایده ندارد. برای من شما زواد نسازید، برای من فابریکه نسازید. من الحمدلله دست و پنجه دارم، کار میکنم، هر جا روم الله مهربان رزقم میدهد. شما برای مردمتان، برای آنقدر مادری که سبحان الله حاجت خانه میروی بنو، حاجت خانه میشوینو، مگزین های کلان همون اشن می قبرستان می چی میگن یک شلابر در دستاشون 5 کیلومتر اره میره بیچاره 3 کیلومتر اره میبود. سبحان الله این چه زندگی است. شما این مردم را به کجا آورده رساندید؟ امام رحمانوف شما دین اسلام را بد دیدید، من کردید مسجد و محراب را. امروز این مردم جاهل شد، میروند نعوذ بالله خودشون دریا میپرتویند، کودکاشون با کارز میبرن قتل میکنند. هم این به جوابگر خود شما هستید. شما بر ضد الله، بر ضد رسول الله، بر ضد ملتتان برآمدید. سبحان الله. من نمیدونم به خاطر چی، به خاطر پول و مال دنیا، به خاطر تکبری، به خاطر رسواگی تا که تکبر میکنید. حاضر 70 برفتید، 75 با بیت گویم 25 سال دیگر کتگی و تکبری و رسواگی و ظلم و ستم کنید. بعدی 100 سالگی کجا میروید؟ به نزد پروردگار خیش برمیگردید. آقای امام رحمانوف شما بار دیگر تکرار میکنم، لیکن فرصت دارید، لیکن فرصت دارید که این مردم را غندلوند کنید که سبحان الله همه شرمنده کرده. نترسید. آذربایجان ببینید چیکار کرد، بازون شنون پوتینا. چرا میترسید؟ آنقدر برآمده عسکر و افسرایی که بیچاره ها دستاشون لرزیده پسته و بادام کیسه هاشون بمیریزن تعریف میکنید، اونقدر پوشکای و مشکای اونقدر یراق نشان میدهید. چرا میترسید از پوتین شما؟ پوتین حاضر تا همین قرتوقش در بطلاق غوچیدگی های. سبحان الله. نترسید. مردمتان سرجم کنید، مردمتان بجای کاری تامین کنید. دیگر نبینه این عذاب و این مشقت، این سرخمی این ملت نبینه. محمد تقایف هم تو بیفایده برآمده بازی شما گم نزد. محمد تقایف گفت که این ملت سرشته کنید. آقای رحمانوف این ملت بجای کار تامین کنید. کدام دولت دید که 4 میلیون تاجیک در بدر و خاک بسر شد؟ همون دولت هموطناش با بزم این در بدر خاک بسری نه حمایت میکند و نه دستگیری میکند. در کجا دیدید شما همین عذابه؟ در کجا؟ قرقیز زدن برآمد بر ضد پوتین گپ زد، آذربایجان زدن برآمد بر ضد پوتین گپ زد. سبحان الله. قزاق زدن برآمد بر ضد پوتین گپ زد. شما چی دیو بلاز دست امام رحمانوف؟ چرا شما مردمتان پشتیبان نمیکنید؟ همینا برایت مقصدتان گوید با ما دلم خنک کنیم یک باره. مقصد این ملت را ظلم کردن، تجاوز کردن، قتل و کشتار کردن شما چیست؟ در چیست؟ شما تاجیک نیستید یا شما منغیتید یا مغولید؟ کدامید شما که این ملت را اینقدر عذاب میدید، این ملت را اینقدر جبر میکنید؟ سبحان الله. در تابستان این مردم بیچاره برق ندارد. شما از الله نشرمیده میرید در بدخشان، اونقدر مادر و خواهری بدخشانی مجبور کرده در نزد برآورده رقص و بازی میکنید.
حال کم فرصت دارید والله قسم عمرتون کم موندگی است. الکی ما 40 ساله 41 ساله شدیم، دل ما خنک شده که این دنیا با، برای اینکه ما هیچ بهبودی و هیچ خوبی و هیچ پیشروی رو از جانب شما ندیدیم. امام علی رحمانوف شما فقط ظلم کردید، فقط اولادتون پیش بردید. وقت از آن شکم شما سیر باشد و همسایتون گوشنه باشد، شما در لعنت الله گرفتار شده هستید. این چی معنی دارد که شما با لکسوس های 100-200 هزار دلار کتگی میکنید و مردمتون رفته در موسولکای و دیگر جا خوراک میخورن و خوراک میابند؟ این چی معنی دارد؟ این چی معنی دارد امام علی رحمانوف؟ نمیتوانید کشبا را جمع کنید و یگان دولت مستحکم گابزنان کنید، همه اولادتان گیرید برای روید این ملت ما سرش نکنید. ما دیگر صبر و تحملی این مردم رو زیر پای روسای و قزاقای و دیگر ها نداریم. امام علی رحمانوف ننگ و ناموس ما این را هرگز و هرگز تاب نمیبرد. شما ننگ و ناموس نداشته باشید عیب ما چیست؟ یک از برایت برزیدتان گپ زند تا امریکای افریقای رفته پیدا کرده میبید گوشی فلک کار کرده طالبان میدرای ما قتل میکنن، آنها تروریست گفته میره در آذربایجان در بری لیدری طالبان سلفی میکنه. گناهکار کرده، چرا بازداشت نکردید؟ در نظر در تک بینیتون بود، چرا بازداشت نکردید؟ همو کلان طالبان بگفت شما باید تروریست باشد. شما تنها زورتون با ملت مظلوم تاجیک میرسد، تمام. دیگر زور شما با هیچ کس نمیرسد، نه با پوتین میرسد، نه با طالبان میرسد، نه با دیگران میرسد. ولی طالبان دشمنی بر ضد شما دشمنی نکردن. طالبان اگر طالبان خواهند 3 ساعت به شما نیست نابود میکنن، 3 ساعت بعد با ارتش ضعیف کرمخور و کارتوشک پوسیدگی خورتان. شکم شما سر شکم 4 تا رتبه دادید کو رتبه دادید و حرام خورا شکم امنا سر و ارتش شما بیجانترین پسترین ارتش است در روی جهان. الان ما نمیخوایم که یگان دولت ما با حمله کند، ما با هجوم کند. اگر الله نشان ندهد هجوم که کرد، شما 3 ساعت به شکست میخورید. در دوام 3 ساعت شما شکست میخورید امام علی رحمانوف. تو که ما شما روسیه بگیم که اونها به رسمیت شناخت، تمام تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس دیگه ایجوها اتوماتیک اونا قبول میکنن. ولی اینا اکم تا کینا دارن بگیم که قبولش ندارن دیگه. اوکی اساسی در سرید آسیا روسیه، اگر روسیه قبولش میکنه اینا دیگه. من فهمیدم شما اگر امام علی رحمانوف طالبای قبول کنن این ملت خاموش باشد که توف در روی هم ملت. گوشی فلک رحمانوف کار کردن که طالبان میدارن ما نیست میکنن 10 سال 8 سال پیش که در یاد دارن. اگر طالبان رحمانوف قبول کنن و این ملت اگر رحمانوف رو برزیدش نبرن توف در روی هم ملت. من آشکار میگویم گوشی فلک کار کرده بودن که طالبان میدارن ما قتل میکنن، آنها تروریست و آنها کیم کیا گفته. زورها ایست باز تاریخ می نویسن. به همین خاطر باید ما سرجم بشیم، رحمانوف پیشنهاد بکنیم. رحمانوف به خوبی میره یا که خیلی اومدی همون خیلی میره. اگر هم خیلی اومدگی باشه هم رفتنی باشه بیاین سرجم بشیم، سریع مسئله بیاین دیگه. بگیم که با گفتن رحمانوف نمیرفته، رحمانوف نمیدونم در روی دنیا شرمندهش کردن بچه. ایسا نمیدونم در میتینگ ها رحمانوف با تخمام زدن، رحمانوف در گگ دادن. لوبوی کاری که دیپلماتی میبود کردن، نتیجهش دیده شدیم. به همین خاطر برادرای عزیز بیای کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم، یک دولت همسایه کشور بریم. بچه چون ما نمیتونیم رفته، ما میتونیم رفته، پروست جمع شده رفتن در کو. بیای بریم رحمانوف بگیم که رحمانوف با خوبی بمون
برا غیر این صورت ما میزنیم قطعی چه خیلی میخوای همو خیلی باور بکنیم حالی روسیه دستش بنده روسیه با اوکراین بنده روسیه نمیتونه یگان جای کمک بکنه اگر روسیه کمک میکرد سوریه را کمک میکرد که اونجا نفت گاز بود که همون را کمک نکرد ما چی داریم که روسیه همو میگیره این قایم مهاجر داریم هر روز پرتنسشون دارن ظلمشون دارن اما لوچه که همو ما خطی روسیه بگیم که قد بکنیم اد نشینمونه و خوبتره یه راه دیگه پیدا میکنیم اما پول رحمان و دزیدگی همو زواد فابریکه میسازیم همه کسا ادری تاجیکستان کار بکنیم اگه تا مهاجر نمیشه یه به قبیم رحمان باور بکنید اینجا گوش کنید اگه تا مهاجر نمیشه گوش کنید اینجا پیشنهاد است امام علی رحمانوف با امام علی رحمانوف اختیاراً باید همین مخالفا که در تماس برانده حکومت با مخالفا سپارن اون مرده که ما میبخشیم حتی اولادش هم میبخشیم نمیرسیم اگر همین کار کند اگر نکند زد و خورد میشود با یک قسمی مردم میمرد یک قسمی اولاد نیست میشود نتوانستید امام علی رحمانوف در طول 34 سال در تابستان برق نیست و همین مخالفا باید مراجعت کنید ویدیو کنید گوید که کی همین دولتی پدنالت میگیرد من نتوانستم کی پیش برده میتواند همون مخالفه که قبول کند براید گوید که من میتوانم من بسپارید امام علی رحمانوف رود گیرد دولت تمام امنیت شما را با همون اولادتان چی کند با کلا گیرد حکومت گیرد این مردم سرشته کند دیگه این خیلی نمیشد امام علی رحمانوف من شرم میکنم من از جای شما شرم میکنم که این ملت سبحان الله خار و ذلیل در بدر خاک بسر سرخم در تمام نزد ملت ها اکستریمیست و بلای بتر سبحان الله همش از پشت شما همش از حکمرانی شما همین مردم آمدن به همین روزا زدن این مردم تا که شما خیلی عذاب میتید تا که خیلی سرخم میکنید سبحان الله که شما دیده بودید که تاجیک سرخم بود و در روی زمین خواب بود و بالاش به روسو گشته بودن با باتینکای و یه نشان که همین دیده بوده شما عزت و احترام تاجیک خیلی بلند بود تا شما آمدن شما آمدید عزت و احترام تاجیک جزیر کردید پرفتید سبحان الله اگر شما خواهید که در تاریخ کمتر ننگ و ناموس و کمتر آبروه کتی نویسن فردا بعد سرطان در تاریخ باید شما حال کم فرصت دارید و پلا والله نه فرزنداتون با نه خش تبارتون با سود نمیکنه بگذار همون خواهد کیف و صفا کرن رنگ شما فردا این عالم رو پذرون میگویم با هزار لعنت و با هزار نفرین سبحان الله شما کوشش کنید که بعد سرتان لعنت و نفرین نفرستن این مردم حاضر میلیون ها شما بر نفرین و لعنت میفرستن برای اینکه شما این مردم رو خار کرده برای اینکه بچه های تاجیک میبرن خطایی های در کوچه میگن که پدرم سبحان الله آتش در رسیه غلامی در بدری خاک بسری فرزند 6 سال 7 سال شده که نمیشناسه این همش از جبر و ظلم شمایه این ملت هم خیلی سرخم شد این ملت بی‌آبرو شد ما دیگر هیچ چیز نمیخواهیم باید ملت ما سربلند باشد باید ملت ما با جای کاری تامین شده باشد باید این ملت سرش بلند باشد دیگر ما از شما هیچ چی نخواستیم نگفتیم پول و مالتان گردانید ما بتید ما رنگ شما ظلم کنیم و تجاوز کنیم و نعوذ بالله حکمرانی کنیم این را ما نگفتیم ما گفتیم پول و مال که دوست دیدید از آن خود کردید این مردم رو جبر و ظلم کردید زواد و فابریکه سازید این مردم رو سرشته کنید ما همین را خواستیم تمام سبحان الله گفتنم مانده شدیم اکنون چیکار کنیم برادر عزیز انشالله که خوب میشه برادر عزیزمش این خیلی کار برکت نمیشود همون غمنیتی ها اگر ننگ و ناموس داشته باشن
کم ترک ننگ و ناموس داشته باشن و فردا رنگ امنیت آذربایجان آبروی داشته باشن و رنگ الهام علیف آبروی داشته باشن، این ملت رو سرشته میکنن. فقط به خاطر نفستان و به خاطر همون شکم جزیرتون شما کار نکنه. نه هموطنان عزیز، ای امنیتی ها، فردا در نزد الله شما چی جواب میگوین؟ فردا هم حاجت خانه اشته پر کردن شما این سوال جواب نمیشه. استغفرالله. بله، ان شاء الله شیده شده برادر